با ابتکار بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه کوشانیان در دایره تجلیل سزاوار روز بین المللی عائله چاره‌بینی‌های گوناگون آموزشی، معرفتی و فرهنگی برگزار کرده می‌شوند. در جماعت دهاتی نوبهار ناحیه با اشتراک وسیع عائله‌های نمونوی، عائله‌های تجربه‌دار و نوخانه‌داران، زنان و بانوان، کارمندان مقامات اجرایی ناحیه، رئیسان جماعت و محله‌ها محفل آموزشی و فرهنگی تحت عنوان عائله سالم بقای ملت برگزار گردید. زنان و بانوان ناحیه در یک جایگی با عائله‌های جوان و روزگار دیده نمایش هنرهای مردمی را تشکیل کرده در آزمون‌های گوناگون که بخشیده به این روز سازمان داده شده بودند اشتراک فعالانه نمودند. از جمله آزمون‌های دوزنده بهترین، پزنده بهترین، آرایش دسترخوان، راوی بهترین میباشند که اکثر اشتراکداران غالبان این آزمون‌ها دانسته شدند. مهمانان از نمایش آماده نموده بخش کار با زنان و عائله ناحیه دیدن کرده به هنر و مهارت هنرمندان بهای بلند دادند. معلوم گردید که در تشکیل چنین نمایش هنرهای مردمی نقش زنان و دختران بینهایت کلان بوده. زنان و مادران تاجیک پرچمبردار عفت و ناموس، نگهدار گرمی و روشنی خاندان و تربیتگر فرزندان فرزانه ملت دوست و وطن پرور میباشند. این همه از روح آزاد با معرفتی، عقل و ادراک ازلی و ننگ و ناموسی که در خون آنها جوش میزند سرچشمه میگیرد. در این همایش رهبریت ناحیه برآمد کرده تاکید داشتند که عائله در همه دور و زمان اساس دولت محسوب می‌یافت، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی، احترام به انسان‌ها محض در عائله تشکل می‌یابند. همین است که هم از سال 15 می در سر تا سر مملکت روز بین المللی عائله تجلیل کرده می‌شود. در محفل امروزه عائله‌های جوان و روزگار دیده دعوت گردیده بودند و از تجربه عائله‌داری خود به جوانان حکایت می‌کردند. مقصد از برگزار نمودن چاره‌بینی مقدس دانستن ارزش‌های عائله‌داری، نگهداری مهر و محبت و همدیگر فهمی در عائله، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و در فضای محبت و یکدیگر فهمی مستحکم و پایدار نگاه داشتن عائله میباشد. در مملکت ما عائله و سنت‌های عائله‌داری در آیین‌های ملی تاجیکی به فرهنگ و معرفت این ملت کهن بنیاد اساس یافتند. گذشتگان ما در مورد عائله‌داری رساله و تعلیمات خاصه خود را ایجاد کردند که در طول تاریخ چندین هزار ساله پیوسته تکمیل یافتند و مکمل‌تر گردیدند. در برابر این آیین‌های عائله‌داری تاجیکان از مراسم و سنت‌های دیگر روزگارداری ملت تاجیک مثل جوانمردی و فتوت، آزادگی و آزاداندیشی، خیرخواهی و نکوکاری و انسان پروری و بشردوستی و عدالت پیشگی سرچشمه به غذا می‌گیرند. در این محفل آموزشی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به عائله‌های نمونوی و عائله‌های جوان سپاسنامه و افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه با سرود و ترانه‌های سرشار پر از مهر و محبت، دوستی و رفاقت و آبادی و آسودگی تاجیکستان صاحب استقلال خاطر اشتراکداران چاره‌بینی را بالیده گردانیدند. حسنزاده گلیزاد، دلیر شریف، نمازلی ارگش، اخبار، ناحیه کوشانیان.